اصلا توجه نکن کی چی میگه. درجه یک رو درجه یک طرف. آل چوپان 8 سال پیش یه توییت زد که من یه روزی فیل هیکس هم خواهم گرفت. مسخرش کردن، بلا سرش آوردن، پخش کردن اون فیلمو همه جا اینا. بابا 1 سال میگفتن این رد کرده، دیوانه شده، فلان شده. با این حجمه از شعر فقط رفت. مبارزه باشه من بوده سن نمیرفت بیرونی جورت تو سرم. رفت تو تاریخ ایران تمام شد برای ابد. طلای مثل المپیای سنگین بر، نقره، برنز، آرنو کلاسیک آمریکا، آرنو کلاسیک اروپا. با 100 کیلو وزن بغل 160 کیلو آدم میشه قهرمان جهان. برسه تو دست حقت حتی وقتی میگن نمیتونه شهرستانی. آرزویی که براش 23 سال زحمت کشیدم. بلا بر سر این آوردن. خیلی تهمت خوردم، خیلی بهم حرفای زشت زدن. میگفتن این رد کرده، دیوانه شده، فلان شده. چون که کارگر بودم. خیلی بهم